درود رفقا، امیدوارم که حالتون توپتو باشه. توی این ویدیو میخوایم بهترین وی پی ان هایی که توی این دوران، حالا نمیشه گفت دیگه نت ملی، میتونیم بگیم یه اینترنت، یک اینترنت داخلی، میتونیم اون اختلال ها رو کم کنیم یا حالا با اون کند بودن سرعت اینترنت ها وی پی ان ها بتونیم یه روشی پیدا کنیم که اتصال پیدا کنیم به نت جهانی. خب یه دونه از اکستیشن های خیلی معروف که خب این اکستیشن خیلی مهمه که حالا نتتون چی باشه، معمولا روی همراه خیلی خوب جواب میده. اکستیشن خوبی هم هست، با پروکسی هم کار میکنه، زیاد امنیتی کار نمیکنه، ولی اگه بخواین زیاد امنیتی کار نمیکنه، ولی اگه بخواین حالا یه سری سایت ها مثل تلگرام، چت جی پی تی، این چیزا رو یه ذره روونتر بالا بیارین به دردتون میخوره. بعد دانلود کردنش باید توی کروم بنویسین اد پروکسی تو کروم VPN. اینا که سرچ بکنی این سایت خودش میاد، وبسایت خودش، ولی خب وبسایتش فیلتره. از همینجا فری وی پی ان فور کروم رو بزنید و میبینید که اینجا میاد. خب من چون اینو از قبل دانلود کردم، اینجا ریموو فور کروم میزنه، ولی شما اینجا نمیشه اد اکستیشن. اگر این حالت پازل یا همین اکستیشن ها براتون این بالا نیست، باید روی اکانتتون بزنید، روی این سه نقطه، و از اینجا اکستیشن رو بر خودتون فعال بکنید و این شکلی اکستیشن برای شما میاد بالا که دیگه از این به بعد اینجا براتون قرار میگیره که این شکلی با پین کردنش میتونید حالا اکستیشنی که میخواین رو بیارین بالا یا ببندش پایین. وی پی ان بعدی که خیلی این روزا جواب میده و خب کلا یکی از قوی ترین وی پی ان ها برای استفاده از کانفیگ ها هست، خود هیدیفایه که قبلا بهتون یاد دادم توی همین چنل که چشه دانلود بکنین. الان وبسایتشون فکر میکنم فیلتر باشه، باید از سایت های آپلودری که توی کروم هست استفاده میکنن. توی کانال تلگراممونم من سعی میکنم براتون آپلود کنم برنامه هیدیفایا که بتونید روی موبایل یا روی سیستم دانلود بکنید. به چه صورته؟ به صورتیه که شما باید یک حالا اون کانفیگی که خریداری کردین یا حالا به صورت رایگان از جایی برداشتین رو بیاین و کنترل وی بزنین و اینجا استفادهش کنین، یا روی این قسمت کلیک کنین و نیو پروفایل و اد فرام کلیک بورد رو بزنید. اینم بود برای سیستم. یه برنامه دیگه هم هست به نام نت مود که اینم خیلی جوابه. نت مود قوی تر از هیدیفایه ولی خب ضعیفتر. به چه صورت؟ میاد براتون یه اینترنت جدا میسازه، به صورتی که میتونین همین اینترنت رو شیر بکنین برای دیوایس های دیگه. مثلا اگه کنسول داشته باشین، با کابل لن میتونید همین نت رو توی تنظیمات نتورک توی کنترل پنل شیر بکنید برای کنسولتون، به صورتی که دیگه بدون DNS و این چیزا بتونید بازی ها رو بیارین. بعضی از بازی ها مثل GTA آنلاین که حالا یه سری تحریم ها روی کازینوش گذاشته هم براتون میاد بالا. زیاد سود خوبی برای بازی آنلاین نداره، ولی اگه بخواین راحت تر وصل بشین یا توی دوران اختلال شدید DNS ها براتون کار نکرد، میتونه براتون جوابگو باشه. که این را همینم که از این قسمت به علاوه بزنین یا بیاین اینجا و ایمپورت فرام کلیک بورد رو بزنین، اون چیزایی که کپی کردین، کانفیگ هایی که کپی کردین رو براتون اضافه میکنه و از این قسمت هم میتونین پینگ تو سرور بگیرین که خب پینگ های خیلی ضعیفی بهتون میتونه تحویل بده به اوضاع اینترنت. خب این بود از روی سیستمش. بریم برای موبایل که بهتون یاد بدم روی موبایل هم چه DNS هایی به درد، چه VPN هایی به دردتون میخوره. خوش اومدیم به بقیه ویدیو. برای موبایل یه ذره قضیه فرق داره، چون ما یه نت حالا همراه داریم، یه نت مخابرات داریم و یه ایرانسل. حالا بعضی هم رایتل هم دارم، ولی خب من سعی میکنم روی این دوتا پلتفرم محبوب بگم، یعنی خود همراه و ایرانسل و حالا هر کسی که دیگه مخابرات هم داشته باشه باید تست بکنه. منظورم از مخابرات همونایی که مثلا دیگه نمیدونم از حالا از شرکتی چیزی هم خریدن
محسوب میشه دیگه. کلا اینا همشون مخابرات. VPN ها معمولا حالا قبل از اینکه ما این اتفاقا بیفته و نت ها رو ببندن، از VPN های استفاده میکردیم که یا خب خیلی راحت‌تر وصل میشدن، یا یه کانفیگ خریداری میکردیم، از یه جای پیدا میکردیم، کپی میکردیم و استفاده میکردیم. امروز برنامه های HA تانل و NPV تانل خیلی به گوشمون میخوره، ولی خب حالا بعدشون یه ویدیوی مفصل میسازم که پورت های اینا چه عوض کنین، چه DNS هایی ست کنین که بهتر جواب بده و اینا. ولی بریم سراغ کاربرد هر کدوم اینا توی چه شرایطی. اینا فایل هاشون رو معمولا من گذاشتم توی کانال تلگراممون، ولی الان که گوگل پلی بازه خیلی راحت میتونین برین و دانلود بکنین. اولین برنامه AM تانله. بچه این برنامه من با همراه و ایرانسل فقط تونستم بهش اتصال پیدا بکنم. برنامه خیلی سریعیه، ولی سایت هایی مثل چت جی بی تی، تلگرام زیاد قوی نیست که بخوایم باهاش برین اینستا گردی بکنین. اگه به فکر اینستا گردی هستین بقیه ویدیو ببینین تا بهتون بگم کدوم برنامه ها بهتره. برنامه دیگه مثل بینویز یا حالا سایفون، حالا چه پروش چه نسخه عادیش هم خیلی خوبه. اینا معمولا با همراه یا ایرانسل جواب میدن، با مخابرات زیاد همچین اتصال پایداری را ندارن. اما برنامه NPV تانل و HA تانل دو برنامه‌ای هستن که امروز خیلی محبوبن، مخصوصا NPV تانل که خیلی افتاده سر زبون ها. این برنامه مثل برنامه ویتوری عمل میکنه، یعنی از همون ایکس-ری ویتوری استفاده میکنه، ولی حالا توی قالب ویتوری انجین نیست یا توی قالب هیدیفای نیست و کلا کار کردنش هم فرق داره. NPV تانل مهم اینه که کانفیگ خوب استفاده بکنین و پیدا بکنین. من نمیدونم، خیلی بحث پیش اومده که حالا مثلا از هر کانفیگی استفاده نکنین، یا مثلا نمیدونم از کانفیگ های معتبر استفاده بکنین. من سعی میکنم توی کانالم کانفیگ های معتبر و امن رو بذارم، لینکش رو صفحه میاد. توی تلگرام هم بنویسین VPN پلاس میاد و میتونین عضو بشین. برنامه بعدی اوپن VPN. این برنامه احتیاج به کانفیگ داره، کانفیگ های خود ویتوری هم براش جواب میده، ولی بهتر از کانفیگ های اختصاصی خودش استفاده بکنید. من بعضی وقتا چون حالا این برنامه زیاد محبوب نیست و زیاد استفاده نمیشه، داخل کانال تلگرامی براتون میذارم، با پسوند اوپن نوشته میشه اگه اشتباه نکنم، و میتونید روی اون فایل رو دانلود کنید که نزدیک بایت هم هست، حتی به 1 کیلوبایت هم نمیرسه، یه 700-500 بایته. وقتی که دانلودش بکنید میتونین استفادهش کنید. VPN بعدی که خیلی قبل از اصلا اینترنت های ملی افتاده بود سر زبون ها، یعنی اکسپرس VPN. یک VPN خیلی محبوبه که احتیاج به اکانت گوگل داره یا حالا اپل آیدی. یعنی چی؟ یعنی شما باید یه اکانت گوگل بسازین و اشتراکش رو خریداری بکنین. اکانت های رایگان هم روی بعضی از حالا چیزا میاد بالا، بعضی از کانال های تلگرامی میان با گذاشتن گوگل و پسورد، حالا یعنی ایمیل و پسورد، اجازه میدن که شما 3 روز یا 4 روز رایگان از این VPN استفاده بکنید. زیاد کار جالبی نیست، حس نمی‌کنم زیاد امنیتی باشه و در کل همین بود. امیدوارم که این ویدیو به دردتون خورده باشه. توی ویدیوهای بعدی حتما بهتون یاد میدم که NPV تانل و HA تانل رو چه کار کنید که سرعت بهتری دریافت بکنید، و یه باگی هم داره AM تانل، اونم سعی میکنم توی یه شورت ویدیو یا یه لانگ ویدیو خیلی کوتاه براتون به نمایش بدم. این بالا یا بعد از اینکه ویدیو رو تماشا کردین آموزش اینکه چه شکلی یوتیوب رو بدون فیلتر روی سیستم بالا بیاریم من براتون گذاشتم، حتما اونو ببینین و برای کسایی که یوتیوبشون بدون فیلتر نمیاد بالا این روش رو انجام بدین تا اونا هم بتونن اتصال پیدا بکنن و دیگه حداقلش اینه که میتونن یه سرگرمی ریزی داشته باشه.